کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 20 مای سال 2022 خبر داد که شبانه روز گذشته در قلمرو کشور شمال شدید به قید گرفته شده در شهر دوشنبه از حادثه‌های نظیر شکستن درختان و کنده شدن بام خانه‌ها از باد سخت خبر رسید. از جمله 19 مای ساعت 20:36 دقیقه در نزدیکی بنای ماموری نویه فردوسی پایتخت واقع در کوچه به نام نعمت قربایف خانه رقم 36 درоб 3 بر اثر باد شدید یک درخت عظیم بالای ماشین تمغه نیسان چپه شد. غیر از این ساعت 21:48 دقیقه در حدود محله نوبهار 2 نویه سینا شمال بام یک خانه 6 آشیانه را به زمین زد. در نتیجه بام مساحتش حدوداً 500 متر مربع بالای 7 ماشین در نزدیکی بنا سر و زیر شد. برای رفع پیامدهای این دو حادثه نجات‌دهندگان ریاست ایالت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه سفر بر شدند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده گفت خوشبختانه در این دو حادثه تلفات جانی و اصابات دیگر نداشت. در همین ارتباط کمیته از صاحبان ماشین‌های شخصی خواهش می‌کند که ماشین‌های خود را از درختان و بناهای بامشان لرزان و آسیب‌پذیر دور گذارند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده اینچنین خبر داد که ساعت 23:35 دقیقه به قسم نوبداری کمیته خبر رسید که در لیفت خانه رقم 29 کوچه سینای شهر دوشنبه یک بانوی 22 ساله درمانده است. امدادگران کمیته ایالت‌های فوق‌العاده به نجات این بانو شتافتند و در یک مدت کوتاه با استفاده از تجهیزات مخصوص او را از داخل لیفت خراب شده بیرون آوردند. 19 مای نزدیک به ساعت 20:10 دقیقه در نتیجه باران‌های پرشدت در قلمرو جماعت دادابای خلمتوف نویه باباجان غفوروف ولایت سوخت به محله‌های سیهون و تیمور ملک سیل آمد. در نتیجه راه دارای اهمیت محلی قسما خراب شد. همچنین سیل به سیستم آبیاری و تاخانه انشاءات یاری رسان نیز ضرر رسانید. همچنین ساعت 21:30 دقیقه باران‌های پرشدت باعث آمدن سیل در حدود جماعت یاوه نویه باباجان غفوروف شدند. در جایهای حادثه در عین زمان کمیشه ایالت‌های فوق‌العاده نویه فعالیت دارد. تلفات جانی به قید گرفته نشده است. شبانه روز گذشته کارمندان ریاست ژوله کمیته در قلمرو شورای ترسانزاده یووان و ناحیه کوشانیان با پرتاب موشک‌های ضد ژوله 7 آلت تهدید خطر ژوله را برهم زدند.